کیش و مات. نویسنده ویدا مشایخی، گوینده آناهیتا مشایخی. تا چشمم را باز کردم دیدم کنارم خوابیده است. اعتنایش نکردم. مدتی توی تخت به سقف اتاق خیره شدم. بعد به ساعتم نگاه کردم. خمیازه‌ای کشیدم. کش و قوسی به تنم دادم و از تخت پایین آمدم. در آینه قدی خود را برانداز کردم. دیدم همه جایم شل و آویزان شده است. دمپایی هایم را پوشیدم و به دستشویی رفتم. پشت سرم آمد. در آینه دستشویی به صورتم نگاه کردم. موهایم بالای سرم سیخ سیخ ایستاده بود. کمی ورزش کردم. یعنی بازوانم را باز و بسته کردم. زیرپایی پلاستیکی را کف وان پهن کردم و نگاهی به او انداختم. با پوزخند. منظورم را فهمید. پرده حمام را کشیدم و رفتم زیر دوش و آب را روی شانه هایم باز کردم. موهایم را خیس نکردم. چون نه وقت بیگودی بستن داشتم و نه وقت سشوار کشیدن. تازه ممکن بود سرما بخورم. هوا سرد شده است. از زیر دوش بیرون آمدم. سرحال شده بودم. به آشپزخانه رفتم. دیدم پشت سرم ایستاده است. چشمش به من بود که ببیند آب جوش بیار را میزنم یا گاز را روشن میکنم. خیتش کردم. شیشه آب را برداشتم و چند قلوب آب خوردم. برگشتم به اتاق خواب و در کمد لباس را باز کردم. از وقتی که هر روز چند گرم وزنم بالا می رود مرتب لباسهایم تنگتر می شود. بلوزی را از بین لباسها برداشتم، نپوشیده به تنم اندازه اش کردم. حتما می چسبد به شکمم. می دانستم دارد در دلش به من می خندد. بلوز گشادتری را برداشتم. باز رفتم جلو آینه ایستادم. آمد کنارم. وقتی آثار بخیه ها را روی تنم دید فکر کردم دارد از خوشحالی توی دلش قند آب می کند. با نیم نگاهی حالیش کردم که بهتر است امروز دست از سرم بردارد و پی کارش برود. ولی باز با پر روی ایستاده بود و داشت به جای جراحت‌هایم نگاه می کرد. شلوار سرمه‌ای با بلوز راه سرمه‌ای و سفید پوشیدم. با اینکه هیکلم گنده شده باز هم راه می پوشم. به حمام برگشتم. منتظر بود که سشوار را بر می دارم یا نه. از لجش بر نداشتم. راستش موهایم خیلی خراب نبود. چشمهایم را سیاه کردم. حواسم جمع بود که مداد توی چشمم نرود. ماتیک زدم. لپایم را صورتی کردم. خیلی علاف شده بود. از هیچ کدام از این کارهای من خوشش نمی آمد. نمی خواست احساس جوانی و سرحالی کنم. عطر زدم و کیفم را برداشتم و روی شانه ام انداختم. در خانه را که قفل کردم پشت سرم پرید بیرون. توی خانه که سرش به سنگ خورده بود. حالا دنبالم راه افتاده بود. از روحم نمی رفت. از در بیرون آمدم. تا چشمش به ساختمان بغلی افتاد چشمانش برق زد. داشتند یک پنت هاوس آن بالا درست می کردند. جره ثقیلی کنار خانه پارک کرده بود و بلوک‌های سیمانی در هوا معلق بودند. پشت سرم داشت با شتاب می آمد که به سرعت از کنار جره ثقیل رد شدم. نفس راحتی کشیدم. رسیدم سر خیابان و به طرف تراموای قرمز رنگ رفتم. چشمم که به چشمش افتاد چشمکی زد. اعتنایش نکردم و سوار تراموا شدم. گوشه ای ایستادم و رویم را هم به طرف پنجره کردم. تراموا راه افتاد. نزدیک چهارراه چند قدم دورتر از خانه‌ام صدای دلنگ دلنگی که همان بوق ترامواست بلند شد. آبر کم حواسی نزدیک بود زیر تراموا برود. نگاهش کردم. دیدم چشمهایش از خوشحالی برق زد. آبر پرید توی پیاده رو. خیت شده بود.
همان لحظه تراموا از کنار بنای یادبودی رد شد که زمانی ساختمان گشتاپو بوده است. بعد از جنگ خرابش کردند و جایش یادواره‌ای گذاشتند. مردی با لباس زندان. با عصبانیت نگاهش کردم. جدی بود، مثل اینکه میخواست بگوید یادت نره ها. باز هم بیخیالش شدم. به ایستگاه مترو رسیدم. بالای پله برقی ایستادم. خیلی بلند بود. به پاهایم چشم دوخته بود. پایم را با احتیاط روی پله گذاشتم و پایین رفتم. شک نداشتم که پشت سرم پایین می آید. باز هم به او بی‌اعتنایی کردم. میخواستم فکر کنم. در فکر بودم که یک داستان عاشقانه بنویسم. داستان مرد عاشقی که یک روز در دریا غرق شد. داشتم فکر میکردم از غرق شدنش شروع کنم یا از عاشق شدنش که ناگهان پله برقی ایستاد. اگر خودم را نگرفته بودم حتما از آن بالا پرت شده بودم. دلش را گرفته و قاه قاه میخندید. حواسم را پرت کرده بود. حق داشت که اینطور بخندد. تازه چنان افتادم روی مرد جلویی که بیچاره را به یک پله پایین‌تر هل دادم. امروز از صبح شروع کرده است. از لحظه‌ای که بیدار شدم. در ایستگاه مترو منتظر قطار بودم که عکس پاوراتی روی صفحه تلویزیون مداربسته ظاهر شد. با غضب نگاهش کردم. سرش را به زیر انداخت. میخواستم به او بگویم خجالت نمیکشی؟ این مرد با آن صدای ملکوتی. چشمش را از من دزدید. شاید شرمنده شده بود. سوار مترو شدم. با پررویی پرید توی قطار. با اینکه میدانست هیچ جایی پیش من ندارد باز هم آمد و کنارم ایستاد. روزنامه‌ای برداشتم و به حل کردن سودوکو مشغول شدم. خواستم بفهمد که بهتر است راهش را بکشد و برود، ولی نرفت. از مترو بیرون آمدم و به طرف در اداره رفتم. شلوغ بود. ماموران حفاظت ایستاده بودند. باز دیدم چشمانش دارد برق می‌زند. وقتی شنیدم که بمبی را خنثی کرده‌اند، نگاهش کردم و زبانم را درآوردم. بهم چشمک زد. خیلی از او خوشم میآید، برایم شکلک هم در میآورد. به کافتریای اداره رفتم. یک شیشه آب میوه برداشتم. مدتی است به شکل چربی زیادی رفته از توی خونم. با ناامیدی آمد کنارم نشست. بی‌اعتناییم را که دید رفت. به اتاقم رفتم و کامپیوترم را روشن کردم و به خواندن اخبار پرداختم. ناله‌ام در آمد. آه که چه ها کرده است. خواندم که چگونه بیرحمانه پیکر ظریف دختر معصومی را با چشمان از وحشت دریده به نام دین سنگسار کرده و یا به شکل حلقه‌ای طناب بر گردن پسرکی نوجوان نشسته و هیبتش را نشان داده است. آنجا که باید باشد نیست. از پیرمردان با صورتهای چروکیده و دلهای پوسیده که با او همدست و گوش به فرمانش هستند گریزان است. همیشه زمانی که اخبار می‌خوانم دمش را می‌گذارد روی کولش و پی کارش می‌رود. کارهای اداره تمام شد. از راه اداره به بیمارستان رفتم. باید کامپیوتر توموگرافی می‌کردم. در اتاق عکس برداری روی تخت خوابیدم. دراز به دراز. به بازویم مایعی برای عکس رنگی تزریق کردند. با آن وارد رگ‌هایم شد و تنم را داغ کرد. لحظه‌ای بعد از تنم بیرون آمد. دوباره به حالت عادی برگشتم. به زحمت خودش را روی تخت کنارم جا داد. با تخت وارد تونلی شدم. دلم می‌خواست با لگد پرتش کنم پایین، ولی به من چسبیده بود. داشت تقلا می‌کرد که حالم را بگیرد. 2 بار آمده بود توی تنم نشسته بود به شکل غده‌های سرطانی. هر 2 بار از چنگالش فرار کردم. بار دیگر با نقشه‌ای تازه آمد. این بار به شکل قند وارد خونم شد. برای اینکه رویش را کم کنم تمام راه‌های ورودی قند زیاد به بدنم را بستم. خیلی خیس شد.
وقتی از بیمارستان برگشتم دیدم گوشه اتاق نشسته است. میدانم به انتظار آخرین دست بازی است. تفره میروم چون میدانم این بار با یک حرکت ناپلئونی مرا مات خواهد کرد. کیش و مات.